بعد از که مثلا دولتی مثلا بنی احمر ابو عبدالله محمد الصغیر رحمه الله غرناطه یعنی من اسپان به یعنی نصارا به سپورت کلیتی غرناطه آخرین یعنی 1492 سالنده سپورت تمام به همین که غرناطه یعنی اندلس چی شد تمام آخرین یعنی معقل مسلمان ها یعنی چی بود یعنی غرناطه به جنوبنده یعنی آخرین دولتی که سال 1492 سپردن خلاص بعد از همین دیگه چه مسلمان ها به دولت موندگیش نه اندلس اند اصلا به همین چی شد یعنی مسلمانای مجبور زده و کوفته و کشته و یا چی به در آوردن دین نصرانی به در آوردن یعنی اگر روز جمعه خلاص دیگه مسلمان گفتن دیگه روز نیست مسلمان بیانی برای مسلمانان دینش روز میکردن اگر روز جمعه ده بینن که سر و لباس تازه پوشتگی خلاص صد خودت نصرانی گویی که تو گرفته برده چی میکنن میپوشن یعنی معنیش روز جمعه ده کی تازه میپوشد مسلمان اگر آب بسیارتر صرف کنی معنیش که چی بدسین این مسلمان برای که نصرانی ها آب اصلا وارد کنه یعنی ها فهمیدید یعنی هم مثلا به همین چیزا که روز عیدنده میدونن عید قربان عید اضحی عید مثلا فطرنده دیدن مثلا چی همین کتی مثلا چیکار کردن یعنی مجبور کرده همین قدر یعنی چی ساختن محاکم تفتیش یعنی اینکویزاسیون میگن که محاکم تفتیش ساختن همین کتی یعنی ظلم کرده لیکن با وجود همین حتی مثل امام محمد ابن عبدالواحد رحمت الله علیه یکی از استادهای سیوطی میشه این آدم قریب 150 سال با اسلام دوام داد اسپانیا اند با وجود همین فهمیدید با وجود همین قدر ظلم همین قدر ترس رعب و ارهاب یعنی چی اسلام دوام داد تو قریب میگن تو 1600 ساله 1600 منتصفش به اسلام دوام داد نه میلادی یعنی تو همین 1620 تقریبا همینه که سن آخرین بار سونه چیکار میکردن تو همین مثلا مسلمانای میکشتن سونه همیننده سلطان عثمانی رحمت الله علیه ملک فرانسه به رساله میفرستاد میگفت که المهم میگفت یعنی میگفت این از حد شما گذراندین میگفت یا میگفت مسلمان‌ها یک حالت یافته از با نقض و یا میبرورید یعنی ما قبول کنیم میگیم و یا هموش نه و یا که مثلا چی جنگ اعلام میکنیم میگفت مزید فرانسه سونه فرانسه واسطه شده اسپانیا به ضغط میکرد که خلاص میگفت و یا چالش بین گفتنده سونه میگفت که خلاص از تمام که میگفت دعوای اسلام میکردگی با چی اسپانیا نیست مسلمان عموما دعوای مسلمان میکردگی با رخصت گشت 600,000 مسلمان میبرد اسپانیا 600,000 میگفت محمد ابن عبدالغنی رحمت الله علیه نه با وجود 150 سال یعنی وای جیل نو اومده همین خیلی کودکا دنیا اومده که یعنی وقتی که هم محمد ابن عبدالغنی میگفت که من میگفت یعنی نامش دیگه بدگی نام من میگفت اصلا دیگه بد میگفت ذکر کردن نمیخوام میگفت یعنی همین الله علم بدگی یعنی سان دیگو یا چی میگفت میگفت وقتی که من مکتب نصارا میرفتم میگفت یعنی فهمیدید مکتبی چی میرفتم یعنی نصارا میرفتم میگفت یعنی و هر باری که می اومدم پدرم میگفت که این حرفی چی مثلا حرف لاتینی که اگر آگوید پیشوک خط میکشید میگفت المهم همین فهم که میگفت همین حرف یعنی الف فهمیدید سون میگفت که این سون من چی مینویسم حرف با یا مینویسم سون نردش چی میکنه یعنی بی انگلیسی لاتینی ایکو سونم جای وقت با خط مینویسم من نمیدونم چی میگه که اینم یاد کرد میگفت این معناش همین حرف یعنی این چیگم نمیگفت المهم یاد کرد نمیگفت من میگفت من نصرانی میگفت 100% از سحر تو بگوی مکتب تنصیر کنیسه خونم همه جا نصارای صلیب زده موندگی مادر همه نصارای میگفت سونه وقتی که کلان شدم میگفت 10 ساله سن تمیز همچه اومدم میگفت سونه گفت که این اساس لغت ما نمی سونه فهمون لیکن گفت حتی مادرت به نگو گفت فهمیدید مادرت به خبر نتی برادر مادرت به خبر نتی سونه میگفت وقتی که میگفت یعنی چی شد میگفت اماکویم چه اومده سونه فهمیدیم که میگفت با کی بدیم یعنی مسلمان بدیم یعنی فهمیدید پدر شوهر از زنش دینش رو رسم میکند یعنی همین حالتی که 150 سال اسلام موندگی یعنی اسپانیا اند سو با همین کتی همیننده وقتی که رخصت داده شده نوبه مسلمان های که کتی که آدم خودش اسلام مسلمان دعوا میکند یعنی بر اومدن به چی گفتگینده 600,000 قریب مسلمان میبرد از اسپانیا نه با چی کتی یعنی که طرفای مغرب و جزایر افریقا میبرد که با این بالا اومده یعنی ترکیه با مثلا اضافه میشد یعنی آلبانیا همین دولت‌های اسلام بوده که اینجا آلبانیا بوسنیا هم طرفا اومده با همین که اسپانیا برآمده رفتگی سون با همین یا الله عالم چی شد لیکن حاضر با الحمدلله میگه شهر نیست که اسپانیا با دیگه چی مسجد و حتی کنیسه های خریده استادن مسلمان‌ها خودشون نمی‌دونن الحمدلله از شاهد که میگن که همینایی که بودن نصرانی شده بودن همینا که بودن این عرب‌ها بودن قریشی ها قیسی ها مضری ها یمانی ها عدنانی قحطانی ها همینا اساس فتح برفته بودن که وقت طارق ابن زیاد و موسی ابن نصیر الداخل و الناصر وقتشان